داخل این کیسه تمام لوازم تحریری که چیزایی که واسه مدرسه بوده که من خریدم یا قبلا داشتم و گذاشتم داخل این و الان قراره که با هم دیگه ببینیم داخلش چیه. اول از همه جامداریم داریم که من سال پیش داشتم اینو و خب دیگه نیازی نداشتم که بخرم و شستمش و واقعا کامل نو شد. اینم در واقع کاوره میشه گفت که داخلش برگی میذارم و اینم خیلی وقت پیش داشتم و واقعا استفاده درستی نکردم، یعنی هیچی داخلش نمیذاشتم و خب فکر کنم امسال نیازم بشه پس ازش استفاده میکنیم. و این برگا هم دارم که خب واسه اینه. اینو داریم که خب اینو خریدم چون که خیلی به نظرم نیاز بود و مثلا نکته چیزی بود و داخلش بنویسم اگر مثلا نمیخواستم داخل کلاسور یا نوت بنویسم. و بعد این کلاسوره که خب اینجوریه، رسمت هم داره که اینجوریه و اینجا کامل جا داره، من پوشه میشه استفاده کرد. خب من اینو نگرفتم، قبلا داشتیم و پیداش کردم و خب نو بود واسه همین دیگه این رو هم استفاده میکنم. اینم برگه اضافی که البته قبلا داشتم ولی خب اینم استفاده میشه به هر حال. و خب اینم مربوط به همون ویدیویی میشه که اول دیدید و یه کلاسوره که با طرح دلخواهه و خب دیشب به دستم رسید و اینجوریه و خب این 80 برگه و برگهاش هم اینطوریه. حالا میریم سراغ نوشته افزار و خب سعی کردم که هیچی نگیرم و تنها چیزی که گرفتم تا الان دیدید فقط این بوده. با این حتی هایلایترام هم سالم بودن و خب کار میکردن، پس اینا هم نگرفتم و داشتم. 4 تا خودکار خریدم که مارکش 30 کلاسه و به نظرم خیلی خوبه و ماندگاری زیادی داره. اتود گرفتم چون که واسه کلاس زبانم استفاده میکردم به نظر میاد که نو نباشه ولی خب نوع تازه خریدم و اینجاش بلا فاصله شکست و خب آره اینهاش هم پاک کنن که خب استفاده کردم. یه دونه غلطگیر، یه دونه پاک کن که رنگاشون خیلی رندوم انتخاب کردم، واقعا نمیدونم چرا زرد انتخاب کردم ولی خب. یه دونه هم خطکش که اینم از قبل داشتم. یه دونه مغز اتود واسه اتودم. از این بکنم اگه درست بگم گونیا که خب اصلا سال پیش اصلا استفاده نکردم و خب این هنوز نو مونده. و خب از قبل من کلی استیک نوت و اینا داشتم. این چسب داره و این دور قلب. این از همونایی که پای چوب دارم و خب دیگه پایش رو برداشتم و اینطوری میشه استفاده کردش. اینم اگر ویدیو آنباکس سال پیشمون دیده باشید دقیقا همونه و نوعه چون که من خیلی ازش کم استفاده کردم و پیداش کردم اینجور بودم که خب برای سال بعدم استفاده کنم، خیلی خوبه. و اینم رنگاشه. بعد از اینکه اینا خریدم دوستان واسه تولدم کادو واسم چیزایی آوردن که شامل لوازم تعیین شدن، پس بریم که اونا رو ببینیم.
اولیش این هایلایتراست که دو طرفن. این چیزی که هست در واقع اینجوری بهش چسب میخوره و میتونم مثلا چند تا هایلایتر بذارم داخلش به عنوان جا هایلایتری، اینطوری بگم. بعضیشون دو رنگن، یعنی سرای دو طرفشون رنگاش متفاوته. خب این اینجوریه. و بعدی اینه که باز یکی از دوستای دیگه برام گرفت. اینم 12 رنگه و این از خودکاری که خودم خریدم که آبی، سبز، قرمز و مشکی. این آبیشه، قرمز، سبز و مشکی. هایلایتر هم که میبینین خدا شکر سالمن و خب من از قبل تستش نکردم ولی دیدم که سالمن. بچه اینا بو دارن، بوشون نداشته خوبه، یعنی بوی نمیدونم عطر میدن، بو میوه میدن ولی کاملا متفاوت. مثلا این انگور نوشته یا این نکشیده. مثلا این چه میوه‌ای؟ هلوه فکر کنم. آره این هلوه. این فکر کنم نارنگیه یا پرتقال. اینم فکر کنم ملونه، مثلا همچین چیزی. اینم بوی انبه است. این طرفش بو نداشت ولی این طرفش بوی انبه میده. اینم بلوبریه همونطور که کشیده. و حالا میریم که اینا رو تست کنیم. و خب اینم رنگ هایلایترها بود و اینا هم که میبینید رنگای این خودکارا بودن و خب آره دیگه 12 تا رنگه.